همزمان با تغییر جهت تحقیقات قضایی شاهد چرخش‌های خارق‌العاده‌ای هم در صحنه سیاسی بودیم. در یک تحول مهم منطقه‌ای روز 8 مرداد سال 89، یعنی حدود یک سال بعد از کشف سرنخ‌های جدید، بشار اسد رئیس جمهور سوریه بعد از اون اخراج اضطراری و توأم با سرافکندگی نیروهاش از لبنان، همراه با ملک عبدالله پادشاه عربستان به طور رسمی به لبنان سفر کرد و با مقام‌های لبنان از جمله فرزند حریری مقتول یعنی سعد حریری، نخست وزیر کنونی اون کشور، دیدار کرد. این سفر و متعاقب آن سفر سعد حریری به دمشق و نزدیکی سوریه و لبنان نگرانی آشکار رژیم ایران که متحد و دوست سوریه بود و ظاهراً میبایست از این نزدیکی شادمان باشد را در پی داشت. از جمله خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران در این باره نوشت: سعد حریری از گذشته برای حمایت به سعودی‌ها تکیه داشت. حالا او از روی بیمیلی فراوان برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق سفر کرد. سعودی‌ها حریری را قربانی کردند و او را مجبور کردند بوسه بر دست کسی بزند که احتمالاً پدرش را کشته است. نکته قابل توجه دیگه این که همزمان با انتشار این گزارش‌ها که انگشت اتهام رو به حزب الله و رژیم ایران نشونه می‌رفت، دولت لبنان هم بر خلاف انتظار دیکتاتوری آخوندی در شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم آخوندها مخالفتی نکرد. اونچه که بعداً افشا شد علت این چرخش در موضع لبنانی‌ها رو بیشتر روشن کرد. مجله آلمانی اشپیگل در می 2009 طی گزارش مشروحی فاش ساخت دادگاه ویژه سازمان ملل که درباره قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان تحقیق می‌کند به نتایج جدید و شگفت‌آوری رسیده است و آنها را مخفی نگاه می‌داشته است. بر اساس این اطلاعات نیروهای ویژه حزب الله و نصر سوریه حمله اهریمنی منجر به ترور رفیق حریری را طراحی و اجرا کردند. بر اساس این اطلاعات یک یگان ویژه عملیات مخفی نیروهای امنیتی لبنان به ریاست سروان بسام عید طی چندین ماه کار طاقت فرسا مکالمات چندین خط تلفن همراه را بررسی کردند که مربوط به مکالمات اماکن نزدیک به محل تردد رفیق حریری در روزهای منتهی به حمله وی و ترورش میشد. تیم سروان عید در نهایت 8 خط تلفن همراه را شناسایی کردند که همه آنها درست در همان روز در شهر طرابلس در شمال لبنان خریداری شده بودند. از این تلفن ها به طور انحصاری فقط برای استفاده میان کاربران آن استفاده می شد، به استثنای یک خط که پس از حمله به رفیق حریری دیگر از آن استفاده نشد. البته حلقه دومی نیز وجود داشت که متشکل از شبکه‌ای با حدود 20 خط تلفن همراه بود و مشخص شد به صورت قابل توجهی در نزدیکی 8 خط اول فعال بودند. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان همه این شماره‌ها و خطوط ظاهراً متعلق به شاخه عملیاتی حزب الله بودند. یکی از کاربران این خطوط تلفن همراه یک اشتباه باور نکردنی مرتکب شد و با یکی از این خطوط با نامزد خود تماس گرفت. این تماس فقط یک بار انجام شد، اما همین کافی بود تا هویت وی شناسایی شود. وی عبدالمجید قملوش از اهالی شهر رومین و یکی از اعضای حزب الله لبنان بود که دوره‌های آموزشی را در ایران طی کرده. از زمان وقوع آن عمل تروریستی قملوش ناپدید شده و احتمالاً دیگر زنده نباشد. بی احتیاطی قملوش محققان را به سمت مردی هدایت کرد که آنها گمان می‌کنند طراح اصلی عملیات ترور رفیق حریری بوده باشد.
این فرد حاج سلیم نام دارد. 45 ساله، اهل روستای نبطیه در جنوب لبنان و فرمانده شاخه نظامی حزب الله. او در منطقه شیعه نشین جنوب بیروت زندگی می کند. یگان عملیات ویژه حاج سلیم به صورت مستقیم به سید حسن نصرالله گزارش می دهد. تا تاریخ 12 فوریه 2008 که عماد مغنیه طی عملیاتی در دمشق کشته شد، مغنیه هدایت این یگان ویژه را بر عهده داشت. از آن زمان به بعد حاج سلیم همراه با مصطفی بدرالدین برادرزن عماد مغنیه بخش عمده مسئولیت‌های سلف بدنام خود عماد مغنیه را به عهده گرفت. مصطفی بدرالدین فرد دوم این شاخه و معاون حاج سلیم است. این دو نفر فقط به مقامات مافوق خود و سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی رابط خود در تهران گزارش می‌دهند. اما اصلی ترین بازرس تحقیق در این داستان و قهرمان این ماجرا دیگه امروز زنده نیست تا شاهد بسیاری از موفقیت‌های بعدی تحقیقاتش باشه. سروان عید 31 ساله، افسر تحقیق اطلاعات لبنان، کسی که پرونده جنایت را رازگشایی کرده، در روز 25 ژانویه 2008 5 بهمن 86 در یک عمل تروریستی در منطقه حسامیه در حومه بیروت کشته شد. هدف از کشتن این نظامی لبنانی و 3 نفر همراهانش ظاهراً متوقف ساختن روند تحقیقات بود. بنا به همین گزارش اشپیگل، این بار نیز شواهدی دال بر مداخله یگان کماندوهای حزب الله در این اقدام تروریستی وجود داشت. همان گونه که در تمامی بیش از 12 حمله تروریستی 4 سال گذشته بر ضد شخصیت‌های برجسته لبنانی هم چنین بوده است. تقریباً تمام کسانی که هدف قرار گرفتند مخالفان حزب الله و مشخصاً کسانی بودند که بر نقش حزب الله در این ترور انگشت می‌گذاشتند.